زمستان بهار مؤمن است. انسان‌های صالح با درآمدن این فصل خوشحال می‌شوند، زیرا آن فرصت است برای جمع‌آوری اجر و پاداش. چرا که زمستان شب‌های دراز دارد و روزهای کوتاه. ابن مسعود رضی الله عنه میگفت: خوش آمدی ای زمستان، در آن برکت نازل می‌شود. شب‌هایش درازند برای نماز شب و روزهایش کوتاهند برای گرفتن روزه. زمستان را غنیمت مفت نامیدند، زیرا در آن پاداش روزه داشتن به مشقت به دست می آید. چنانه که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند: غنیمتی به مشقت این روزه داشتن در زمستان است. و هنگام خنکی سخت برای مؤمنان یک عبرت و عزتی است. در روایت صحیح ثابت شده که خداوند ذوالجلال برای جهنم 2 بار اجازه نفس کشیدن را داده است: نفسی در زمستان و نفسی در تابستان. از اینجاست که ما سخت‌ترین گرمی را در تابستان می‌بینیم و سخت‌ترین خنکی را در زمستان. و بسیاری از مردم از باریدن باران دلگیر می‌شوند، لیکن مؤمن نباید چنین باشد، زیرا خداوند ذوالجلال این آب را با برکت خوانده گفته است: و نزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. دعا کردن هنگام باریدن باران مستحب است. پیامبر صلی الله علیه وسلم هنگام باریدن باران خداوند را دعا کرده می گفت: پروردگارا، این باران را بارانی با منفعت بگردان.